جناب طالبان در کدام سوی داستان قرار دارد؟ یک وزارت خارجه افغانستان بسیار سربسته گفت که خب مردم فلسطین مسلمانانی هستند که مورد ظلم و این چیزا قرار گرفتن، اما در برابر اسرائیل چیزی نگفت، یعنی نامی از اسرائیل نبرد، فقط در مورد فلسطین، در مورد غزه، در مورد مردم فلسطین صحبت کرد. من میخوایم بدانم که اگر این جنگ بزرگتر شود، وسیعتر شود و کشورهای اسلامی بخواهند که خط خود را مشخص کنند، رئیس جمهور ترکیه هم گفت که از حماس حمایت میکنیم، طالبان چه خواهد کرد؟ آیا واقعا وارد میدان خواهد شد؟ زمان این را میبینید که طالبان خود را وارد یک جنگ دیگر کنه؟ فکر نکنم. امی حمایت سیاسیشان که است، اعلامیه را که پخش کرده بودن اعلامیه بسیار عالی بود و ما باید سعی کنیم، چون ما با اسرائیل به فلسطین بر دویش مرز نداریم، ما اگر چی رقم وارد جنگ شیم مزایله نداریم که از اینجا اسرائیل هدف بتیم، تیاره ها را نداریم. وقتی یک جوان افغان به اسرائیل میره در مقابل اسرائیل استادگی میکنه، با کدام امکانات بره؟ در اسرائیل خود جنگ نیست که ما قطع غلق و پلخمان یا قطع بشکه وار از بین ببریم، چون جغرافیا هم برای ما نابلد است. بشکه هم اگر تو کار میگیری باید جغرافیا برات معلوم باشه که از کدام مسیر رو عبور میکنه. اینمی مشکلات در نظر گرفته امارت اسلامی وقت اقدام خواد گرفت که ایران هم در برابرشان ایستادگی کنه، سوریه هم کنه، سعودی هم کنه، لبنان هم کنه و برای ما آسانتر شود با جنگی که به حمایت از فلسطین شود جوانای ما بره. برای فعلا ما خود ما خون خود چشم میکنیم، ما خود ما زخمی داریم، ما خود ما بیوه‌های داریم که اصلا شاید در تاریخ فلسطین نباشه، یتیمای داریم که در هر گوشه افغانستان میری یتیم و بیوه پر هستند. ما اگر میکنیم اول باید به پای خود ایستاده شویم. اسرائیل وقت سر فلسطین جنگ شروع کرد که اینمی عالم فلسطین را بمباردمان میکنه، فلسطین دست خالی هیچ چیز نداره که دفاع خود کنه. اون چیزی که در دستشان داشت روز اول سر اسرائیل حمله کردن، اما میبینیم که حالت چی رقم شد و ملل متحد، سازمان های دیگه حقوق بشر باید مداخله کنه، سر فلسطین ظلم نشوه، فلسطین حقش داده شود، فلسطین به رسمیت شود و کرختی کشورهای اسلامی را که میبینم واقعا مایوس کننده است، با شمول ترکیه که در عضو ناتو است، با شمول عربستان سعودی. در حالت فعلی از فلسطینیان ما نه به پول حمایت میتونیم نه به غذا میتونیم، نه پول دردشان دوام میکنه نه غذا دردشان، چون شفاخانهشان بمباردمان میشه، مارکتایشان بمباردمان میشه. یگانه چیزی که مردم فلسطین ضرورت داره به حمایت اسلامی داره، باید پاکستان اتم بم خود در دسترس مردم فلسطین قرار بده، چون به نام کشور اسلامی ساخته، فوج خود به حمایت فلسطین رایی کنه، مولوی صاحبایشان از پاکستان که هر امکانات داره مدارس خود بسته کنن، کلشان به فلسطین بروه و حمایت کنه، در برابر فلسطین استادگی کنه، چون مزایلای بسیار دوردست داره. از اسلام آباد میتونه اسرائیل هدف قرار بده، علمایشان باید فتوا بده که فوج پاکستان در برابر اسرائیل استادگی کنه. ما خامی امکانات نداریم، اگر پیدا کردیم حتما استفاده میکنیم. بسیار خوب. پس فکر میکنید در حال حاضر با بشکه‌های زرد نمیتونید کاری را انجام بدید؟ بشکه زرد فکر نکنیم اونجا کار بده.